وقتی از جنوب آسیا حرف میزنیم، زندگی پر از نشاط و سرگرمی به ذهن همه میاد. در مقایسه با غرب، کشورهای این منطقه پر از تنوع فرهنگی، غذاهای جالب خیابونی و انواع تفریحات هستند. مخصوصاً پایین بودن هزینه‌های خورد و خوراک و تفریحات نسبت به کشورهای اروپایی باعث میشه که این کشورها جذابتر به نظر بیان. ویتنام یکی از این کشورهاست که دلایل زیادی واسه سفر بهش وجود داره. ویتنام سرزمینیه که تو تاریخ بارها تحت استعمار قرار گرفته و قحطی‌های زیادی رو دیده. با این وجود ویتنام کشوریه با مردمی شریف و شکست ناپذیر که هویتش رو در طول تاریخ حفظ کرده. فرقی نداره که به شمال یا جنوب کشور بری، تو هر نقطه‌ای از این کشور شاهد صمیمیت و لبخند مردم خواهی بود. ویتنام اونقدر فضای جذابی داره که بعد از سفر به این کشور حسرت می‌خوری که چرا زودتر اینجا نیومدی. ویتنام تو جنوب آسیا واقع شده و اگه به نقشه نگاه کنیم می‌بینیم که جغرافیای باریک و کشیده‌ای داره. شمالش با کشور بزرگ چین هم مرزه، از غرب با کامبوج و لاوس همسایه است و شرقش هم یه نوار ساحلی بلند داره. مساحت این کشور 331,000 کیلومتر مربع که تقریباً برابر با 1/5 ایران میشه، ولی جمعیتش بیشتره و تقریباً 97 میلیون نفر تو این سرزمین زندگی میکنن. یه طرف کشور به کوههای سرسبز مشرفه و تقریباً 40% از مساحت کشور رو شامل میشه و طرف دیگش هم به دریاست. قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات این کشور، بیایم ببینیم ویتنام چطور به اینجا رسیده. تاریخ ویتنام عموماً شامل جنگ‌ها، استعمارها و شورش‌های زیادی بوده. تو تاریخش بارها توسط چین اشغال شده و تحت استعمار قرار گرفته. همچنین مغول‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها هم دفعات زیادی به این کشور حمله کردند. بین مردم ویتنام جنگ معروف آمریکا که بین شمال و جنوب ویتنام بود، تلخ‌ترین تجربه محسوب میشه. شمال و جنوب ویتنام اون دوران اختلاف داشتن و با هم متحد نمی‌شدن و مجبور شدن به جنگ رو بیارن. دو قدرت بزرگ اون زمان یعنی آمریکا و شوروی هم با حمایت از طرفین وارد این جنگ شدن. آمریکا برای مقابله با نفوذ شوروی تو دنیا از ویتنام جنوبی حمایت کرد و شوروی هم حامی ویتنام شمالی بود. چون ویتنام شمالی توسط یک حکومت کمونیستی اداره میشد و ممکن بود بعد از اتحاد با ویتنام جنوبی کمونیسم در سراسر ویتنام حاکم بشه، آمریکا با تحریک ویتنام جنوبی جنگ رو شروع کرد. در نهایت ویتنام شمالی این جنگ رو برد و در سال 1976 ویتنام شمالی و جنوبی با هم متحد شدند. این جنگ 21 ساله یکی از سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین دوران‌ها برای آمریکا بود و آمریکا تو طول این جنگ 58,000 سربازش را از دست داد. الان سیستم حکومتی ویتنام جمهوری سوسیالیستیه. کشور توسط یه حزب اداره میشه و کمونیسم بر این کشور حاکمه. پایتخت این کشور زیبا شهر هانویه و اقتصاد این کشور عمدتاً وابسته به این شهره. واحد پولش دونگه و $1 آمریکا تقریباً 24,000 دونگه. اقتصاد ویتنام بیشتر روی کشاورزی میچرخه و برنج، قهوه و ذرت از مهمترین محصولات این کشورن. در واقع ویتنام یکی از بزرگترین تولید کننده های برنج و قهوه تو دنیاست. ماهیگیری و گردشگری هم از منابع دیگه درآمد این کشور به حساب میاد. با اینکه کشاورزی اصلی ترین صنعت ویتنامه، ولی این صنعت هنوز به شکل سنتی انجام میشه و افراد زیادی تو این بخش مشغول کارن. حقوق پایه تو این کشور حدود $170 و میانگین درآمدها هم حدود $730. نیروی کار تو این کشور خیلی ارزونه و مردم به ازای $5-6 در روز ساعت‌های طولانی کار میکنن. به همین دلیل شرکت‌های بزرگ دنیا تو این کشور کلی کارخونه ساختن. از نظر فرهنگی ویتنام بر پایه آموزه‌های کنفوسیوس اداره میشه. اگه بخوایم به جزئیات این آموزه‌ها بپردازیم، مهمترین چیز تو زندگی مردم خانواده است. مردم بعد از ازدواج یا دانشگاه از خانواده جدا نمیشن و معمولاً با هم زیر یه سقف زندگی میکنن. همچنین تو جامعه اصول مهمی رعایت میشه. مثلا تو اماکن عمومی نباید با جنس مخالف خیلی صمیمی شد. دوست ندارن زنها لباسهای خیلی باز بپوشن و معمولاً لباسهای محلی رو ترجیح میدن. از اونجایی که این اصول ریشه تو سنت‌های دینی داره، معابد و اماکن مذهبی هم تو ویتنام خیلی شلوغن و هر روز پر از جمعیتن. نیمی از مردم ویتنام به دین‌های آسیایی معتقدن، 16% بودایی هستن و بقیه یا مسیحی‌ان یا بی‌اعتقاد.
زبان رسمی کشور ویتنامیه، ولی جوانها و میان سالها با انگلیسی و فرانسوی هم آشنایی دارن. حتی تو بعضی از مناطق که یه زمانی تحت تاثیر شوروی بودن ممکنه مکالمه به زبان روسی هم ببینیم. حالا بیاین ببینیم وقتی وارد این کشور میشیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. اکثر توریستا تو این کشور حتما به سالن‌های ماساژ سر میزنن. خیلی از آدما صرفاً واسه این ماساژها به ویتنام سفر میکنن. بیشتر مشتریهای این سالن‌ها مردها هستن و این ماساژها برای افراد حساس مناسب نیست، چون ماساژورها همه جای بدن رو ماساژ میدن. به طور میانگین این ماساژها 1 ساعت طول میکشن و ساده ترین نوعش 7 تا 8 دلار هزینه داره. البته با توجه به هزینه‌ای که میکنی میتونی ماساژور رو خودت انتخاب کنی یا حتی چند تا ماساژور داشته باشی. جدا از این ویتنام پر از مکان‌های تاریخی و معابده. برای بازدید از هر کدوم از این مکان‌ها باید حداقل 1 دلار هزینه کنی. شبانه روز تو ویتنام زندگی در جریانه و خیابونا شبا هم پر از جمعیتن. اگه چه تایلند تو این مورد معروف تره، ولی ویتنام هم دست کمی از تایلند نداره. خیابونها پر از مکانهای تفریحیه و تو ورودی این مکانها خانومهای جوونی از مشتریها استقبال میکنن. یه چیزی که تو خیابونهای ویتنام جلب توجه میکنه اینه که تو خیابونا بیشتر از مردها زنها حضور دارن. زنهای ویتنامی علاقه کمتری به کار تو صنایع دارن و بیشتر تو خدمات و توریست فعالیت میکنن. و همین دلیل هم از فروشنده های خیابونی تا هتل‌ها و مکانهای تفریحی بیشتر نیروی کار زن هستن. شهر سایگون تو جنوب ویتنام با 9 میلیون نفر جمعیت پر جمعیت ترین شهر کشوره. اگه از پایتخت سفرت رو شروع کرده باشی باید برای رسیدن به مراکز تفریح شهر سایگون از شمال تا جنوب کشور رو طی کنی. مردم ویتنام خیلی خونگرم هستن و وقتی بفهمن توریستی برخورد خیلی خوبی باهات دارن. اونا تنهایی رو دوست ندارن و زندگی واسهشون تو کوچه ها معنا پیدا میکنه. فقط برای استراحت به خونه هاشون میرن و به همین دلیل وقتی به ویتنام یا تایلند سفر میکنی اصلا حوصلت سر نمیره. واقعا ویتنام کشوریه که میتونی تفریحات با کیفیت رو با قیمت مناسب انجام بدی. یعنی با 1000 دلار میتونی سفر خوبی داشته باشی. اگه از غذاهای آسیایی خوشت نمیاد احتمالاً نودل رو ترجیح بدی که قیمتش تو فروشگاه‌ها حدود 1 دلاره. اگه به رستوران نری با 1-2 دلار میتونی یه وعده غذایی رو بگذرونی. یکی از مشکلات خیابون‌های پر جنب و جوش ویتنام نبود پیاده روه. تو این کشور موتور سوارها هر جا دلشون بخواد وارد میشن و برای پیاده‌ها مزاحمت ایجاد میکنن. تقریباً همه تو ویتنام موتور دارن و به دلیل حضور زیاد خودرو و موتور در خیابون‌ها به قوانین راهنمایی رانندگی توجه زیادی نمیشه. با این حال هرج و مرجی هم نمیبینی و همه به شکل هماهنگ و آروم رانندگی میکنن. گواهینامه‌های بین‌المللی تو این کشور اعتبار ندارن و تو به عنوان یه توریست نمیتونی ماشین کرایه کنی و رانندگی کنی. با اینکه خطوط راه آهن خیلی پیشرفته نیستن اما راحت ترین روش حمل و نقل تو ویتنامن، ولی قیمتشون نسبت به اتوبوس بیشتره. زندگی تو ویتنام فقط به کلوب‌ها و سالن‌های ماساژ محدود نمیشه. تو این کشور زندگی روزمره از ساعت 5 صبح شروع میشه. وقتی وارد خیابون‌ها میشی فعالیت‌های مختلف مردم رو تو پیاده‌روها میبینی. رستوران‌های سیاری تو پیاده‌روها قهوه و صبحانه‌های محلی سرو میکنن. به خاطر جمعیت زیاد هر کسی دنبال کسب و کار خودشه و زنها هم تو هر جایی حضور دارن. پیر و جوون هر کار که از دستشون بر بیاد رو انجام میدن. ویتنام به قدری مکانهای تفریح و گردشگری داره که هر کسی قبل از مرگ باید حتما از این کشور دیدن کنه. فرقی نمیکنه چه نوع آدمی باشی. تو این بهشت زمینی حتما چیزایی هست که تو رو جذب خودش کنه. ممنون که تا آخر دیدین. لایک و ساب و اینام یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود.